جویا را تو از دیس خونیال لکیشت کنیم جویا لی بشه دیگه تگیرت نمیه. گسوبا وقتی از خواب بیدار میشد یک خوب جانانه زن خود چپ میکرد که سرصدای گریز و در آغیل پخش میشد. باز آغیل والا میگفت مرتیکه هست و فلانه که انت بله خانیق سیاست داره نه. آن روز گسوبا خاتون خیلی خوب چپ مونه. افغانستان یک جامعه مرسالا را خو یک عمر امی ظلم و خشونت در بله زنها بوده خو. باز بعضی زنها که هستن متاسفانه یک رقم عقده‌ای ده خو. جویا که در افغانستان هم در نظر تو اینجی خواهد لاغر شد یا میوه بخورد زیادتر چاق شد؟ درباره جویا پرسان که دی جویا اول میگه که جویا آر رقم که باشه این نور بنده خب باز کورش ما توری کورش میخواستم بگیم پس کی گرفت کورش جمع کرده کاری خوشی خدا میفهمه که ما چند سارزای یکدم در زندگی یک اگز شو میه نوی دواریا نیالی یک سال سنجی دواریا دو ابروی کمانی کچ کشیده اولی مای شاوی دواریا اولی مای شاوی دواریا داستان از مازار یا عالم ای رقم بوده که یک نفر از خارج هم داده دختر تلبیستو رفته ده یاد چیل بختوی واقعی یاد پشی ایش خبر ندارم فقط ما راوی شنیدم بعد اینجا که من سرک خیلی خراب بوده از روی درویش موتر می او بچه دیگه خودگون چی دونج در استرالیا یا در اروپا آرجای بوده موتر چلنده لیکن او پسکی می که دیگر را بیدم متوجه نمیشه که پسکی می اینزی جای دیگه موترش لول خورده موره تمام شی جان به جانان میسپاره از دنیای فانی فوت مورا فقط مگه یک دنه نیلغه زنده مانده ده و تا مگه تا چند سال رمو موتر شکسته و دانچهشی اسکلید موترش اینجا بوده ده گو هم ده تایرش برده گو تایپش واسطه برده این داستان ازی اینی تره دیگه یعنی که مردم از خارج که مایه اگو جایی که مرا خودگون چی تا که خوب بله دیست خود مسلط نباشه اول خود زیادتر ای افغانستان کدی استرالیا امی سایدش هم فرق کنه نه؟ چپا و راسته داره دیگه اینی چیزاش آدم باید خیلی احتیاط کنه که آدم اینجا فامیلی هم ده ضایع نشونه خوبه اینی تر داستان درایی آره وش مردم باید دیگه از اون طرف ما زیاد احتیاط کنه دیگه احتیاط کنه یعنی تو اگر اونجا بسیار 12 سال میشه موتر میچلنی تو چی رقمه دمی را اگر یک روز موتر در دیست بیدم برده میتونی؟ و خدا ما که موتروانی نکدم دیگه شایدم سخت باشد دیگه شاید ما نکدم شایدم بیچلنم شایدم چلنده بیتنم دیگه میخوای امتحان کنی یک روز یا نه؟ موتر گیری نباشد اتومات باشه آره درسته بله دوستا اینی بود استوری و خاطراتی از این جای اینی رقمی غمانگیز است نگفتنم نه مو امروز رئیس دید در منطقه ابروشو در خانه محترم جویا یعنی ناز و جویا ناز حسنیار ناز حسنیار شاید این خانه خسورش باشه خانه جویا از نمیشه بوری اونا را مندشنی کنی مردم نگه که می دودن یوتیوبر در افغانستان بو داردویش در یک جاغوری از یک دیگه خود دید و بازدید نکده مرکم که مو پیش میدی زنا رفتی زکی زنا دیگه سید علیم است گروز بیخزنا بوری مو باید یک دیگه خورا دید و بازدید کنی در مختلف جایا دیگه امروز چطوره که بریم خانه ناز آقای خوبه باری آره ناز روش کده تو نزدیک نه؟ از نزدیک یک دفعه وش کدم خب آره چطوره خوی تو خوی شش نه؟ آره ناز ماشاءالله خیلی گفتش خوب خوی داره دیگه خوب اخلاق داره بس آره بسیار عالی بریم که بری دیگه این خاک یای بود طرف خاک شد نه اوه نه ها از لبزی که زیاد از لبزی برشید کمشه ها؟ آمدی ندارم دایدک نیست خواهر میشه هر اختار جیب تو برم دایدک اکتفه؟ نه ما نم موتر رو نزدیکو نوشه دو خورده دم داده راه های افغانستان نمینگرین زیادتر شکسته
کچه خرابه، امکان داره بار سال اینا ترش نگاه جای موتر زیاد از لبی از سنگدره بره و بیلم با و نوشه و کربه کنه خدای نخسته. فی الحال ما در منطقه سیازمی هستم. این منطقه را سیازمی میگه. از اینجا ما خیلی رفیقات دارم. آقای انصاری مرا 3-4 دفعه گفته بود که تو بیا از سیازمی ویدیو بگیر، ولی نمیفهم که چطور نشدش خودش میفهمه دیگه. ما امروز رای بودم که در ابروشو خانه ناز و جایا گفتم همینجا دور بخورم. همین خاطر آقای انصاری هم تازه شنه و محترم آقای عنایت رحیمی خانهش میگه که اینجا است، اینجاش قلبی یا قوبی این چیزا نام داره، این اینجاست. لیکن ما خانه یکشم بلد نیم. اگر ما رفتم دورم خوردم، یک شیر و ماست هم میخوردی و از خانه از نام ویدیو گرفت، یک خاطرش تازه میشد. سیازمی را چیکار؟ سیازمی میگه بسیار امی زمین از یک خاگی خیلی خوب داره، یعنی سیاه خاگه. اینجا کسی اگر آو باشه حاصلات زمین بسیار عالیه دیگه. متاسفانه که این سال بسیار کم آمد. دختر آجی تو در سیازمی اگو اما اگو ماما تنیه اینجا آر کل کماری اگو دنه پیدا میشه؟ نه در سیازمی والله نیه خدا. کاش که اینجا مو بود یک شام میمدیم میشیشته نه؟ آره کاش که مو بود دیگه، مو بود کلا خوب بود یک شام میمدیم اینجا میشیشته. آره علیگو ما در افغانستان امتر قریبای نزدیکی بسیار کم است. خود از دختر آجی خیلی زیاده دمی لاینی یه طرف و نوشه خارتیزک اونجا که برید در ماهام که بشی و خلاص نمیشه دیگه. اینجا که ما توشنیشیم مگو مامایش باشه کاش که با یک شو در سیازمی بشی که سیازمی را به طور یک ویلیج لایف لی اکسپلور کنی اون نمیشه درو. مگر سیازمی دو قسمه ده. اینالی ما یک قسمت دیگه شرم شما را نشان میدم. این طرفی سیازمی را که میگنید در نام گیدرگو، این طرفش یاد میشه پشت چوب موتلی یک عجب قشنگ نامه داره و خدا سراجی گیدرگو مگه نامی امین نسل نو نامش هم چنج شده مگه اسلام آبادش ده. امی جایره؟ آره اسلام آباد خوب نام نیه؟ از گیدرگو کدام خوبه؟ نه ری خوب نام است. آره آن دیگه. نفرای کنه گوجه که خرش مرده نام خر مرده نام کده. اگر گوجه وشتور کربلک دور دنام وشتور کربله. اگو جای برادر جنزیز که اگو خاری تیز بدور خاری تیزک خربید اگو درخت بسیار کتاب ده فتاوی بقید خر لیکته اور خربید نام کده نه. نفرای کنه بده اینا نسل نو فهمیده که گیدرگو خوب نام نیه، اسلام آباد نام کنی. پشت چویش خوسته گودلیش هم اوکی بد نیه. اینی ویور که میگرنی دیچه آقیلی گودلی مگر بسیار خوشکاو معلوم میشه نه؟ خیلی خوشکاوه معلوم میشه که آما و درکت نداره. بریم اون اینجا دنه خاله بله بام درو کشته منه هم زوردیم کم بخری بس برید دیر میشه. اصلا خوب. لیتس گو دیگه. بالاخره ما رسیدیم در منطقه ابروشو، یعنی
در تویستانا که اینجا بایی اینی حاصلات مردم ماه دیگه توت خشک مونه کشته مونه تا که امو میوجات از اینا ادر نره دیدی این حاصلات امروز تاکسی آره خشک مونه و این طرف که بینگرنی دکتر آجی اینا کشته چند رقم کشته اینا اینجا زمین چی خیال ما که کم کما و کشتا خیلی تر نازک دیدی اینا المو طرفای تاک تایلو اونجا رفته کشتاش اینتر یا اونا باغ امیری بود چی رقم بود استور بود نه جاندار بود خیلی شاید قیسیم بوده شد نه چند رقم در طرفه دیگه اینی تر که بوری این ابروشو یک ویوی خیلی خوب داره اینی طرف دکتر آجی آدم صبح گاه که بلش نه بس این قولا و باز جایی که بگرده نه بس خیلی خوب شمایه قشنگه آن خوب جای خیلی آره دیگه اینج کم دی بخیر امروز اردیم امو رقم بلی تو قوبار سخته ایم نه و یک کاسک باشه بخورم که میره کمه که مخورم بزو چیزا میشه امی دیلم بس اون از باید میگره خدا خشاری تره تو بمتری نه کی ما خوبیم دیگه میتر اگه باشد مخروم دیگه ما کس زیادتر با خوش دارم دختر آجی افغانستان یک چند چیزشی بسیار خوشم نه آره میوجات تازهش مقصد تو زردالوش خیلی خوب شه خب آن خوب شه در بابت مایات اگه بگی مقصد در بابت شیر و ماست اگه بگی شیر و ماست از استرالیا خوب شه اونجا خوب شه اینجا خوب شه یعنی ما ارجای ماست خوردم اگه ماست گو بوده اوکی اگه ماست بوز و گوسفند بوده خوب تم نداره آره ماست گوش خوب شه ماست گوش خوب شه ولی این واقعا ماست در استرالیا امو بچه قوما که دارن ماست وطنی جوره نه آره و نمو تمر ما دای جای نخوردم واقعا خوب شه ماش خوب شه اونجا آره دیگه حاصلات مردم ماست اینجا دختر آجی اینی تودار که میگرنی نه این تودار در شاخش خشک شده خو این بسیار مزه داره ای تو توره بگم تو بخورم بینال خیلی خوب تو دسته اینه جایش دسته خالی اینالی موسو دخانی ناز جای نارسده میچ برش نک بگاو میکی توت خورده که یک سوتر بگیره نه نمیگیره نه اگر خود چی دخانه نباشه نه چی خبره بگه گو راره هم ده اینجی هم توت از مورد رو خورده یا لالش یا بیکیش به چیز کارنی نه اینج کار نداره افغانستانی چیزایش خیلی خوبه بیانگ یک کار کنی امنار بور کوی کنی چخچخ نکی نلگو مورسده چطور؟ خوبه بوری از او پیش که ما تب مخرم امو کار کنی چطوره موسو توت خوش خورده ریچ کرسته تر نخریه آره وشه بور دیگه بور رسیدو بخیره توخ لغا نکنه لی کشته مسته این تزمه الگم اینیت کتابه لو چطور؟ خوبه شد خب مو رسیدی در خانه جویا و ناز بخیر در ابروشو جای خیلی خوب شه ما خیلی خوش اومد به خاطر کوبنده نوشه اور جای تو کنی این خانه زنا در بلندیه کلی جای معلوم میشه بعض وقت این یک بچه اینجا معلوم میشه او بچه هلو هلو سلام علیک او اینجا چه کس نیه امی جویا نیه اوه جویا عزیز او من دانشی امین یک بچه کویک دم نوشه تو تاکت ترس خورد چیز کارش سلام علیکم سلام علیکم مهران من گفتم آقای سروریه خوبی جانی جان بخیر سیادت خوبه خیر خیرت بخیر سلام علیکم خوبی بخیر دیس از دختر آجی جورن بخیر آقای سروری خوبی الحمدلله اوی وای 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 نفر نشوده من نمیشنم آقای سلام واه واه السلام علیکم آقای جوری بخیری جان تو جوره بخش استوردم ما قداغ سلام سلام چطور خوبی جور بخیری شکر شما خوبی بخیر هستید وقت چک میزه تیلو اینه دختر آجی این ساعت خود جگه خیش نورده پیشتر گفتم که در افغانستان همی فصلی تو دو باغ هست تمام کار نه تو میشه کار برای ما هم در زمانا برو بره اوه او شما بخی تای باغ کشته مشته میکردین یا جمع میکردین با خودمو امیتر از مردم پرسان نه لیکن گفت که این اینجاست از قبرستانی که مادین پیش برین یک دونه خانه یک دبله رایه نه بس پیدا کردی
ولی اینجا ما دی هیچ کس نبود کوی یک ریزه بچه هم دیش تو تاکت نوشه رفت از ما ترس خورد خیالم نه اره ترس خورد نوشه رفت باز تو خودم که آقای جویا آمد جویا هم بیچاره چیز کار میکرد صدای تو شنید زود ساعت لدازیم میش دیده که ما گفتم بشت که قنجقه ببرم چیز راوندون پس بایم نه و این ساعت چی او جویا چی دورده شنیدم فهمیدم که آقای سروری شک کردم زردالویه چطور خانه پیدا بود خانه او اینجا کم پرسان کنی شما را سلکین با خدا چک زردالوه کل میشناسه نه کشتمشه نه چک رنگی داره او امو تو سور نه هم یک دنیم زیر نوشیدن کنی مقصد قجوالی چک زیدگه بازم یک خاکش پاک کنید خوشحال شدم شما را دیدم از نزدیک تشکر مام خیلی خوشحال شدم که شما رو دیدی و بازم در خدمت شما و دوستایی که مورد را از طریق چینل از طریق سروری چینل سلمونه در خدمت کلگی شما هستی زنده و سلامت باشید چطور هم آقای جویا همین دیگه خونه ورده جویا تو خوش دید اتفاقا بخش از ما خیلی خوشترم شده قدم اول شما رو خوش آمدید بودیم دوبروشو دیگه آقای سروری ما بعد از خیلی مدت ها همدام نه بعد از 14 سال میشه تقریبا اینجا دیگه می چند روز که در اینجا هستم خیلی اتفاقا خوشترم شده خیلی زیاد بسیار عالی یعنی ناز آقای جویا که در افغانستان هم در نظر تو اینجا خواهد لاغر شد یا میوه بخورد زیادتر چاق شد اما قبل از اینکه سوال تو جواب بدیم من پایم در ویدیو انت خدا خمینم ما چفله من کامرامین تو پایم را نگیر ما چفله مردم آرایش هم نگیر آزاد پایدم پود باشه دیگه چی فرق نه دیگه این جرایش در افغانستان نمیشه دیگه تو مرفتای زردالو داره و جمع که داره باغ جمع که داره آرایش هست که جمعشه دیگه دوباره جویا پرسان که دی جویا اول میگه که جویا آر رقم که باشه این نور بنده خب باز کورش ما طوری کورش میخواستم بگیم پس کی گرفت کورش جمع کرده کاری خوشی بود یکی لاغر شده اینجا بچاره زیاد کارمونه با خدا اینی بیشتر یک گلمش خشک زد داخل اونزو اتاقه گریزه اشته نه دیگه هر روز کار از ما این میچکزدون باغ تو ده به خاطر که کاکایش تنادیسته یک نفر باز اگه قنجقش کمک نکنی نمیشه اولا که آقای سروری را قنجقه تمام بینندایشی دوستایشی خوش آمدید میگیم دابروشو خیلی خوشحال شدی که اما دین از منطقه خنه خسورم میشه بگیم دیگه نه از منطقه خنه خسورم دیدن منی دیگه دو دنه گلایی در سر دو گلایی در بال خیلی خرابه خود تو بلگنتی بیرو امو گلایی را دست خجور کده بار مقصد نالی دوستا قار نشنه که چای مایی سلان نزدینه قدر ما کم گرفته که بور پایین گفته نه مو ویدیوی خینج در سر بام خلاص نی از وقت انزینج تو دی خوش گرفته مورد تایلو قنجقه چای سوز مخری تو اینالی موک دینجم ده بیننده که ترتو خنه نه موگی یک خید امکان نداره که بدون شیر مای کمر پس بیده خدا شیر دیاد ندارم نسل شیر منقرض شده شیرها را در جنگل کل شکار کرد جلا که شیرها را کلش میگه این نامی تو بهترین سرآغاز به نامی تو نامکی کنم باز نه دیگه آقای سروری مزرشون نبود با خدا مفهمی آقای سروری از دست که تو شعر خوبش میخواندی ما را چلاک دم گفتم ملکم کار آدم ده اهل کار بلنه وقتی استعداد نداره چیز دل مردم در شعر بد میدین خب بس دیگه الک دم را چرا بسیار زیاد ببخشید دیگه زنده و سلامت باشی. خب دوستا بالاخره مو ناز کسه در 3 کشور کسه برنامه یک جای گرفته سر خورده نه یک در ایران بار اول باز در پاکستان و امروز هم در کشور خود در افغانستان. از این درد دلا که بگذاریم دمی آقیل شما ما شنیدم که گودنه هنرمند هم بوده از اینش کی بوده او؟ البته هنرمند از گاه نبوده جدیدن نسل جوان روی آورده در هنر موسیقی گپا دیگه دمی چند سال پیش یلدایانی موقع نمزی رو خود خانه شو طرفه یک دو سه دن آهنگ خوان خوب خوان بعد از او دیگه گم شد که دلیل گم شده این چیز خیلی دیگه
خود چی گم میفهمه نشد پای از موسیقی پس کشید پس کشید. امی یلدا که بیکی جاغوری بریم و خود خو بسیار اتفاقا آهنگاش خوب ویو هم شد. بله یعنی آدم واقعا باور نمیه کسی رقم کوهستان جای یک نفر در موسیقی حتی که او را گوش کنه موسیقی مادرنده او چی رقم که او خودش یک هنرمند چنو بخونه نه نه این واقعا باور نکردنی است. یعنی امو دختری همشیره مو که در کانکور نمره اول آمد جایزه میگه یعنی می رقم جای نامش چیز خیلی علیزاده بود شمسیه علیزاده یعنی از منطقه خواله که ما رفتم او جای رو دیدم عین شکل یعنی واقعا مردم ما که ما گفتم زحمت کشه این هر جایی که رفتم و ملک و کشور را ساخته مردم افغانستان در قدم از برج دیگه کشورها کده یک خورده مردمش همیشه وقت کارهای شاخه کرده عادت کرده در یک جایی که بره خیلی زود پیشرفت میکنه رشد میکنه. این حالی ما اگر استرالیا رو بگم نه در استرالیا بهترین خانه را مردم افغانستانی داره بهترین موتر را اینا داره یعنی استرالیا یک از بهترین کشورها است که امکانات است یک نفر را چانس میده که تو رشد کنی باید یعنی مردم از اونمو چانس ظاهر نکده در زندگی خدا یک دفعه آدم چانس میده که او در کجا بیده لیکن آدم اونمو ظاهر نکنه اگه ظاهر که دونه دفعه او چانس نمیه خدا هم فهمه که ما چیز چانس ها رو ظاهر یک دم در زندگی. یک سوال در ذهنم خلق شد یعنی امی ابروشو کس از زادگاهی از خودتان است یا نه؟ نه ما اینج خانه خصوص ما خب زادگاه از ما جای دیگه ما از قلدودیم ما خب یعنی خودت عروس شده دمی خانم ده؟ عروس تا پاکستان شدم پس جوی ما اینجا چکر آرده خب یعنی وقتی خودت که می خسر مادرم دیزی خانه عروس شده البته خانه زیا وقتا کم تیلوتر بوده عروسی خسر مادرم که شده بازور بیری دو اینجا ورده ده باز بعدانا کسا پدر زیر خدا رحمت کنه خدا بیامرزه پیسنگنزی خانه رشته ای خانه رو جور کده باز اینا کسا او پایین را خراب کده خانهش را کوجم داده بالده ای خانه دیگه اینمی خانه دیست جور کده خسر ما خودت در ایران زندگی کرده پاکستان یعنی ملکای یک خورده پیشرفت مادرن وقتی در اینجا می مشکلات های مردم چی رقمه اینجی یعنی خصوصا از قشر بانوه یعنی چی مشکلات ها داره خودت که مینگرنی دیگه جایا را دیدی یعنی چی امکانات در اینجا کمه اینال ما گفتین دسته کشور بوده نه اینال ما از سه کشور بخشید بگیم اول کس از ایران شروع نمیخواد زنایی که در ایران بیشتر چون موضوع آبونان چه حاله شوهرش حل منه یا پدرش برادرش که هستن موضوع همین نان خشک و چای را حل منه خب از لحاظ اقتصادی که اونا کدام ات مشکل خاص نداره که زنایش مجبور در کار باشه البته بعضی هایش هم کار مونه نه مقصد زنایی که در ایران بیش از حد در سر وز خورستگی مونه این فکر کن که میجه هایش مصنوعی ناخنایش مصنوعی یعنی بسیار در خود خورستگی مونه تمام مصروفیت چی مشغولیت فکریش میه که چه رقم بهتر در سر وضع خورستگی کنیم چه رقم بین مردم بهتر باشم نه که ما فکر میکار خوبه خب در صورت که وقت چی باشه خیلی خوبه که آدم ترتمیز باشه مرتب باشه در خود خورستگی کنه یعنی سوال خلق شد بلنیمه چیزی را که خدا خلقت کرده اگر میجه اگر کرپک اگر قاشه یا بینی زیادتر اونجی عملیات منه یعنی خلق کرده خدا او یک زیبایی خاصی نداره یعنی کسایی که یک قدر پینه پترنه یک نفری که کوهن سال شنه اونا یک خورده خراب نمیشه؟ اینالی ما میخوایم در یک چیز بخش جواب بدیم اگر ما در خود خوب رستگی میکردم خود چند رقم جراحی زیبایی میکردم شاید روز یک رقم قدرتر در بین سوشال میدیا مشهور شدم نه چون قدم زیرنگ و پست خدایی خیم قدر طرفدار پیدا نکردم اگرچه چهره وقت دستکاری میشه نمک چهره از بین مره یک نمک در چهره یک گرمی داره وقت دستکاری شد دیگه از بین مره هم زیبایی خلاص دست میده باز طوری من در پاکستان کسا زنا هم کار منه هم در خود خرستگی منه یعنی خیلی زیاد به اندازه ایران زیبایی ظاهری بخشی از ارزش نداره باز در افغانستان اینجی مخصوص در مناطق نه او قدر زنا مصروف کار و زمین و زندگی و آبونان است که میگه گوشنه نمنیم او قدر تلاش نه او قدر زحمت میشه دوش مرد خانواده که سر و وضع قدر خبر نیه
یعنی زیبایی ظاهری قدر بخشش اهمیت نداره، ولی ای که گشنه نم اولادایشی خودونچی از لحاظ اقتصادی از دیگر نفر پستر نم نه اینا بخشش خیلی با ارزشه. اینجا باز یک سوال خلق شد بلدی از من ببخشید ما توریت گرفتم توریت زیاد نره، یعنی که دقیق قدر زندگی شاقه و سخت را که اینجا مونه اتما خانم رو شنیم که پشت را دا پشتیه باغ جمع کو گندم درونه اشرقه درونه اینا وقتی در خارج موره این روزا چرا فراموش میشه؟ خودتم یک بانو هسته شاید از مکده بیشتر بفهمی چطور این روزای تلخ و روزای زندگی مشکلات را فراموش منه قنجری امون مرتکه که او را از او کوای برف پشت کده و بلبازوی خشنده برده اونجا یا که از استرالیا اونا را اسپانسر کده در تایره تکیت کده در میدانوای خوب موتر درایش آورده گل در گردون شندخته امون زندگی را چرا اونا راحت تر نه چرا امو سیری را حل نمیتنه چرا قدم زی شوار خونجی زیاد مشکل داره که تو مگه که وقتی جربت میشه مگه در افغانستان در فلان جای مرا یک دیسیبل زدی یا سرمقار شدی اونور مورا اونجا یک شکایت مونه یک کارای دادگاه عروضه ای چرا؟ مقصد آقای سروری گاگا که در دوران آبی مزینانه که تازه عروس بوده اونا قسم کرد میگفته که قبلا در آغیل در منطقه اونمو مرتکه خیلی مرتکه بود خیلی مردم منطقه سرش حساب میکرد خیلی غیرت داشت غرور داشت که گسوبا وقتی از خواب بیدار میشد یک خوب جانانه زن خود چپ میکرد که سرصدای گریه زو در آغیل پخش میشد باز آغیل والا میگفته مرتکه هست و فلانه که انت بله خانیق سیاست داره نه آن روز گسوبا خاتون خود خوب چپ مونه باز گاه میگه اونو مرتکو خیلی رول داشته بین مردم باز این حالی خاتونو خارج رفته برخ میره دیگه با خدا منم فهمم ما یک روز که خارج برم میبینیم بیجوی را یعنی اینمیال بخش مرزش دارن میخوام احترام شو دارم ایر دوست دارم درمون جمع دوست دارم در بابت جویا گفتی ما یک چیز تو بگم خو جویا را تو از دیس خون نیول لکیشت کنیم جویا لی بشه دیگه دگیرت نمیه ایر خودم تایید منم ما پیشتر قنجقه تو یعنی جی اردیم که کامرامین تو کامرا برابر کرد قنجقه قصه کردم که جویا خیلی حوصله داره ولی گاهی وقتا دمینه زندگی شخصی موزی هیچ گونه جنجال نداره تا امروز نروز 4 سال که موزی شوخاتوی این 2 سال میشه که 1 سال میشه که رسیک ده نه باز یعنی یگو روز مو بخشه یگو مشکل منی خانه جنجال نگیده ولی در حساب کار یک جنجال های همیشه بین مو بوده باز گفتا که خیلی اصلش سر مورین میخواست میگه که یک عادت بد داره تو که خیلی زیاد میگی دیگه یک جنجال نمیشه در بین وسیلش خیلی زیاده بعضی جنجالای اندک اون نمک زندگی است وسیلش دریا آره او که تو پیشتر گفتی که مرتکب بوده که سو بگاه خوب خاطر چپ مقدده ایش خونه جایزه ولی بوده گاه ما فقط بازم ما در سوال خود نرسیدیم یعنی که شما بانوات در خارج که مورین او سختی های یک آقا را چرا فراموش میکنین؟ یک آقا که مور انگلیسی یاد نداره در چی مشکلات مور اونجی صاحب کار میشه در چی مشکلات بله اگر لایسنس رانندگی نداره بله سایکل یا بله بایسکل در روز 2 ساعت را بایسکل رانی من سری کار مور بلده شما تیلا میخره که ازو بخیر ولی باز شما اونجی من جور در نمید اینی رو ما پاسخو نگرفتم با خدا این میر ما خود ممنون فهمم این میر ما ممنون فهمم مقصد اینه که جامعه افغانستان یک جامعه مرسالا را خو یک عمر امی ظلم و خشونت در بله زنا بوده خو باز بعضی زنا که هستن متاسفانه یک رقم عقده‌ای ده خو عقده‌ای به بار آورده که وا اینمزی محیط که بور شده کوشش کرده که دیگه زیر یانمزو زورگویی و ظلم ستم نباشه خو ما میگیم شاید به او خاطر کسی ایرا را بگیره باز اگر جامعه افغانستان یک جامعه مرسالار نبود یک جامعه بود که برابری در منی از او ارزش میداشت زن و مرد هر دو کس برابر می بود باز ایره ما شاید میتونستیم یک جواب بگم که طرف مرانه متاسفانه ای فقط یک جامعه افغانستان نیه مردم از ما 20 سال 30 سال در ایران مهاجره بین از اونها زیادتره یعنی مردم از ما در پاکستان خیلی زیاده مردم از را اون خیلی زیاده یعنی شاید جواب دیده بیتنه میتونی آقای سروری سوال کانکوری من امروز به قرآن اگرم میرم ما مفهوم نه این سوال ما جواب دیگه سوال دارم
خب از خود من سوال خود رد کو اینقدر گروه به خود جواب دادن نمیشه؟ امو خاتونو که در خارج رفته شوهر خود جواب داده هم دلیل جواب دادور که در کامنت نشتک ندن زد. نه این منظور از من این نبود که خاتون اونجا رفته شوهر خود جواب داده. منظور از من این افغانستان که باید بکال سروری میتورار که میگه نه هم خود سروری اگو بیل د پشت نزده که دوجی پرخشی بگیری. نه سروری مرید نزده سروری مرداست داره. ناز آقای از مو دختراجی تر زیاد جنجال نمیشه که دزیدو برسه نه؟ در خارج دیدم نمیتونی یا میتونی؟ امکان داره اره قانون نیه که بزنی آره در خارج بالکل قانون نیه که زن رو بزنی یا اولادهای ریزه رو بزنی قانون نیست خودت پاسخ ندادی که با خدا ما خبر نمیفهم خبر نی؟ نه خبر ندارم خب البته مو جوابش ما خودم بدیم جهاتک یعنی که ما قدیم مردم یا قد وکلا که رفیق هستم اگون دفعه پرسان کردیم فقط عرف نفر سیوم رو گوش نه اگر هر جای مورا که مردم بین خوششت که اینی تا شد تو چرا شکایت نمی کنی که تو رنج زده آفرین فقط عرف نفر سیوم اگر نباشه دنیا گل زاره فقط هر خانم یا هر آقا که خو عرف نفر سیوم رو دمینج گوش کنم زندگی خرابه دیگه خو اینجی سوته بابی خنسته اینال تو گفتی کیش کنی جویالی شوی پیدا نمتنی اینالی مغرور میشه از دیگه قد از ما سی رفتار نه اینه که گب تو نفر سیوم میشه تو که گوش کنه دیگه جنگ بود نه این رقم داره بس یعنی واقعا بعضی آدما یک رقم انسانایی است که اینالی ما را که دختراجی کشت کنم پیدا نمیتونه نه این شد مرسالاری نه بکی مرسالاری مگه شما دو که کشت نشیون خیلی پیدا نمیتونین نمیتونین دیگه ایش ما قد بگم از این خاطر که هر کسی قدر بعضی آقایانی قدر حوصله نداره نه این از جای پرسان منی امیر بگی که امی چیزه نظر خدا باره از ما بگی خب بیشتر سر بگی نظر خدا بابا درباره ناز بگی ما گفتم که ناز تو جوار کشت کنم پیدا نمیتونی اینال مگه تو چطوری گبر گفته یعنی امیر صحیح گفتم یا نه والا در این قسمت ما اینا لگه نمیشه آدم از خود تعریف کنه نه آدم باید همیشه دیگرات تعریف کنه ما تو تعریف کردیم بله یک از دوستا بود پالش میشه چقدر خود تعریف کنه باز آدم کوشش کنه از خود راضی نباشه آدم باید دیگران قضاوت کنه نه دیگه از اون لحاظ در باره چیزی گفتن نمیتونم شاید دیگه نور خود تو نمیفهمی اینا لم شاید نه ما تو گفتن در باره نه ما فکر نم اکثریت دارم مرخم ما در باره نازم بازم مرخم فکر نم ما میشه دیگه مرخم آدم پیدا نشد اون روز داشتید رفته در خلداود نه بله اونجا رفت شیشی در خانه اما همسایه در جای از ناباز یک فامیل خیلی خوب منده چای مای اردان اردن شیشتن یاردیم سنزی تو گفتم ممی که مگه گنج ده خرابه از راستی که مرخم یک قول سایکویی برادر این ناز سایکو این وضعیت سایکویی این ناز سایکو ده قولی پور لادو سنگه باز اتفاقا اون شاید 5-6 خانه بیشتر نه دیگه اونم 5-6 خانه مثلا 5-6 خانه مثلا 2-3 دانه انجینیر 2-3 دانه دکتر نازم بلاویش نه یعنی از او کل میتر آدمای خیلی مفید رشد کرده دیگه بسیار علی شمردو از یک ینگ جنریشن گفتم میتونین یک آدمای نوروس و نو داماد هستین نه؟ دقیقا یعنی یک آقا یا یک خانم که ازدواج میکنه اما چی کارا کنه که زندگیش خیلی شیرین باشه اینالی دیده اکیمه سلیمی و زیا سلیمیه عابد سرایایه جویا و نازه سروری و دختر آجیه همین تو بعضی کسا شاید این زندگی از مورد تصویر تو نه اثرات مخرج خیلی خوشی میگم اینا خیلی خوب زندگی داره نه دقیقاً یعنی همین دیگه مردم اگر میشه از تو نازلی اگر زندگی کنه یا اکیما و سلیمی یا هر کسی دیگه واری چی کار کنه که بر زندگیش شیرین و سویت باشه آقای سروری تنها چیزی که ما فکر کنم در زندگی مشترک خیلی مهمه درک متقابله وقتی طرف خود را درک کنی یکم آدم گذشتشه دیگه ما فکر کنم یگو مشکل زندگی نمونه باز از نظر از من که احترامش تو در تفاوت‌های هم دیگره نه مثلا
ما جایا خوش دوست دارم ولی جایا بعضی اخلاقایش را قسمیه که ما و اخلاقایش را دوست ندارم و این نمیتونه رو تغییر بده. ما باید به خاطر امو نقطه مثبت که در پوینت‌های مثبتی که ادراک از دل از ما هست اونمو پوینت‌هایی که از دل از ما نه اونا رو نادیده بگیرم. احترام بلم درشی قچ مخالفت نکنیم که بخوایم مخالفت کنیم که توی اخلاق رو باید نداشته باشی. نه، یعنی باید در تفاوت‌های همدیگر احترام بلیم. اونمو نفر اونمو رقم که هست اونمو رقم رو قبول کنیم، اونمو رقم رو دوست داشته باشیم. نه که بگی که ما تو رو دوست دارم به شرطی که تو از دل از ما خود جور کنی، از دل از ما خود تنظیم کنی. نه، ما میگم آدم هر رقم که هست اونمو تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم، در تفاوت‌هاش احترام بدیم و بدون از اینکه او را ادیت کنی نه دیسکاری کنی اونم رقم دوست داشته باشه. خب اینا اگر جویا نسوار شروع کنه نسوار بکشه تو مخالفت میکنی؟ نه، باز بعضی شرایط ها هست که پیش از اینکه آدم با همدیگر ازدواج کنه بعضی شرایط های خرا بعضی خط سرخ آدم درک قدک دیگه خموگه. نه مثلا روز اول خط سرخ از ما بخش جای نمی بود که هیچ رقم مواد باید استفاده نکنی تو. هیچ رقم اگر میتونی خموستو میتونیم با هم دیگر ازدواج کنیم، اگر توی شرط را پورا نمیتونی تو باید یک نفر را انتخاب کنی که قطعیت یک چیزا راحت باشه، قد دود، قنجقه، نسوار و غیره و غیره. نه بازی اونمو شرط از ما قبول کده. اگر خدای نخواسته یک روز دو مسیر بره خو هر دوی مو رابطه مو در مشکل مخره وقتا، چون قبل از قبل ما چیزا صحبت کردیم درباره‌اش. بعض چیزا جا ما گفته که ما اینمی چیزا را این می خط سرخ از ما تو باید از خط عبور نکنی. نه باز ما در نظر گرفتم اینا جزء شرایط ها مره. آقای جای یک روز اگر خانم ناز یعنی در تیپی خارجی دریشی کنه تو نظر از تو چیه؟ مداخلت میکنی؟ مامانیت میکنی؟ دریشی میشه ما پوشیده متفاقم. یعنی باز چیزا هستن مثلا از نظر از ما پوشش ظاهری مربوط در خود شخص میشه. نه وقت ما باز یعنی اعتمادم و اعتبار سرناز دارم که چیزی که مورد پسند جامعه باشه همون کارمونه دیگه. اگر همون پتلون یا هر چیزی که نیاز باشه اگر بوشه باز ما مشکل ندارم، بخاطر اینکه مفهوم همون چیزی که واقعا انتخاب شالیه. انتخاب شالیه. بسیار عالی. یعنی زیادتر یک گپ تو خوش اومد که یک نفر اگر مثل ملنگ زندگی میکنه بس خانمش دیگه او رو چنج نمیتونه که اروزه بگه که تو این رقم تیپ ده کاش خد اینجا خط بده یا لب سلاخ یا بینی سلاخ یا موی خوره این رقم رنگ کو یا ایت کاکلی خروسی ده. نه این رو چنج نمیتونه. یعنی شاید خیلی کسا مرا امی لباس و دریس از مرا میشاخت مگه تو باید دمنی سوشال میدیا سے اینی رقم باشه اون رقم باشه اونا مر چنج نمیتونه، به خاطر که ما چیزی که ما خودم میتونم از گاهم تگ ملنگی و فقری زندگی کردیم دمی عادت کردیم. ما اینال منی کت شلوار ما راحت نی. ما یک روز نیم ساعت یک بچه ما کت شلوار خریدم ما پوشیدم بگی مرا منی بوجی بسته کرده بود. نه راحت نبودم. بس اونم رقم واقعا اینمی گپ تو خیلی خوش اومد که یک خانم نمیتونه که زیاد بگه که اما شوی خورا نو اپدیت کنه که تو اینی رقم دریس کو اینی رقم کالا باشه اینی رقم موی خجور کنه و بلا ده حال چی هم رقم عادت کرده و زندگی کرده. یعنی خود از ما امی قصال که در خارج زندگی کردم دختر آجیر ما یک روز نگفتم که تو چیز خیلی مبشی؟ چیز خیلی نمبشی. ما چیزی که خود تو خوش داره اونم رو ببشو. بس در وطن که ما آمدم اینی کالاها پرمایش خود مایه. گفتم تو دمی تیپی وطن دم مود وطن اردیم را بری. نه اینی کالاها رو ما از دکانا عکسایش پیدا کردم گرفتم باز اینا رفت خرید و وقت که جور کرد خودشم خیلی خوش شد. گفت ما خیلی راحتم کده زی تر خب تر دمی مودی امزی وطن که دریس کدام خوب معلوم میشه. اما یک چیز است آقای سروری مونگه هر جا رسم شه هر کسپانه پش میشه مطرح مونگه. نه نگه عالم آدم در جایی که مرا مطابق دمو جایی باید احترام بلاده. اینا تو دختر عجیب سر نگیده که دمی تیپ و دریس راحت نیه. مقصد ای که کمر خیلی ماکم بستک در مانگون شاید راحت نباشه. نه کمر شو کتاب هم تر دیگه او خب ما میخوایم یک ناراضگی بور کنم از کالایش بسته نکنی. نه این لوس معلوم موج خراب میشه. نه مقصد خوبه لباسای هزارگی بسیار خوب شه. ما از هر مدل چی پشتم بخی
حقیقت چی بگم نه از هر رقمش پشتم یک رقم خسته کن شده بخشه دیگه اگه نه خیلی خوب معلوم میشه دیگه ما بلدیم یکم خسته کن شده گفته خارجی که یک بریک گرفتم که یک دو سه ماه دیگه لباس آزارگی نبشم درسته تا دوباره همو حس و حالش دوباره بایه نه یک دلتنگی بلده لباس آزارگی دل میجا چنک دوباره برم بپشم خیلی زیاد پشتم دو سام خبره البته از من خمم بازگو برنامه مثلا اکثرا که اگه برنامه آزرگی باشه دیگه باشه کشمونی همیشه از لباس های آزرگی استفاده کنی چون نشر میشه همین فرهنگ ما باید کوشش کنی بسیار عالی گیرگم نکنی امی یک سوال در ذهن ما خلق شد دوستا اگر شما میخواستین یک همسر خیلی خوب ساده و که قنجقش همسفر زندگی باشد شما اول یک روز رو بلده امتحان دمو جایا که دم دکان و مغازه طلا و نقره و زیور که سودا میشه همون یک دفعه قنجقه خوب ببرین خود خوره خیلی نادیده بگیرین که ما هیچ چیز اوش نکدم تو که نگمو خانم یا مو دختر یا مو همسفر زندگی را قنجقه خوب بردین اگر او لب و رویش کشال شد یعنی که لزه تو را کش کرد که ببرید دمی دکان طلا و دکان نقره و همو کچک طلاها را دید که اوش از سرش رفت اونمون جی بینگرنید که اونمو دختر همسفر زندگی نیست اگر او دختر در سر از او چیزا اید جمپ نگرفت اید مثل تو واری که بگیمی دکانا را لباس های قشنگ را یا طلاهای قیمتی را اید اوش نکده مثل تو واری بود باز اون مورد دیگه بفهمین که همسفر زندگیه بلده امتحان یک دفعه ببرین در یک دکانای طلا و بیادر لباس های قشنگ و گیران یا جایای بسیار موترهای لوکس سودا میشه ببرین که دمو چهرهش یکو تغییرات مایه یا نمایه اینا دی مار نبرده تنوز را یعنی ما نبردم چی طلاهایش هم سودا بودن بله یعنی واقعا زندگی در کجا خراب میشه که زیاد خواهشات بود امدنی و اینکم کم خواهشات خاطر خیلی زیاد که در یک توی بوره خانه باید لبرویش کشول که فلانی اینی تا طلا داشت که این اینجا بود ما اید نداشتم ما خفت خوردم که ما اینی تا بودم لیکن نه زیبایی کسا در سادگیه پیشتر ناز گفت که زیبایی در سادگی است واقعا چیزی که یک چیز ما بگیم بخشی تمام خانمای میگم که شما گفتین در خارج رفته شوی خلق دنه اینا آدم از بین زندگی زن شوهر در بین زندگی زن شوهر آدم نمیتونه قضاوت کنه چون میگه سر خانه پوشنده تمام رمز و راز خانه در بین خانه نه آدم نمیتونه او را قضاوت کنه مثلا یک چیز بخشیش میگم که در دنیا تمام ثروت و دارایی دنیا به دست میه کل چیز به دست میه فقط آدم خوب را اگر یک دفعه از دست دادین او دیگه در دست نمیه و زندگی اگر یک دفعه خراب شد مثل یک شیشه یک در زبان از ایجاد شده او را دیگه هر چقدر که چسب کاری کنی بازم در زبانش ممنه و خرابی در بین زندگی ممنه کوشش کنین که آدمای خوب زندگی خرد تا آخرین نفسهای خود در زندگی حفظ کنین چون آدم اگر یک دفعه از دست رفت دیگه تمام دارایی خرم که بدین گردای خرم که سودا کنین در دست نمیه به مو خاطر هیچ دارایی دنیا بالاتر از خانواده انسان نیه از نظر کاملا بسیار یک خوب چی دادین پاسخ دادین بالکل مرقمه یعنی که انسان همیشه وقت یک دیگه خوره احترام قائل باشه